کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 25 ایول سال 2022 بر اثر حرارت بلند هوا و آب شدن برف و پیره‌ها در ناحیه‌های سنگوار و لخش سیل آمده راه‌ها را موقتا بسته است. این آفت طبیعی خوشبختانه تلفات جانی نداشت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با استناد به هواشناسان هشدار داده است که روزهای 27 و 28 ایول نیز هوای گرم در جمهوری باقی میماند و در وادی‌ها 40-45 درجه گرم و در ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 40-42 درجه گرم می شود. بنا به اطلاع کمیته روز 25 ایول ساعت 15:00 دقیقه در کیلومتر 250 شورای دوشنبه وحدت جرگتال بنابر سبب بلند گردیدن حرارت هوا سیل آمده و پیش روی دریاچه سرخاب را پورا بند نمود. در نتیجه سمت روی دوشنبه جرگتال بسته گردیده تقریبا 1.5 کیلومتر راه را سیل شست و این چنین 4 سیمچوب و زیاده از 200 متر ناقل‌های برقی را کورناشویم کرد. برای رفع پیامدهای این حادثه کارمندان شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و کمیسیون نویوی خدمات را جلب گردیده تا ساعت 16:05 دقیقه راه را تازه کردند و حرکت ماشینا قسما برا مانده شد. در این زمان کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه به کارهای برقرار نمودن عاقبت‌های سیل ادامه داده ضرر رسیده را معاین می‌کنند. همچنین روز 25 ایول ساعت 16:35 دقیقه بازم از گرمای شدید در دهه لاجورگ جماعت دهات وحدت نویه سنگوار سطح دریاچه بین دهه بلند گردیده آب دریا به سمت راه برآمده راه بین دهه ها را موقتا بست. رفع پیامدهای آن آفت طبیعی با استفاده از تکنیک مهندسی ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با نظر داشت این هشدار داده است که گرمای شدید باعث آب شدن برف و پیره‌ها می شود و این احتمال آمدن سیل ها را در فصل تابستان زیاد می کند. از این رو همیشه احتیاط کنند و سیل راه و جویبارهای نزد خانه ها و دهه های خود را تازه نگاه دارند.